در صورتی که نمازی قضا شده، مثلا فرد خواب رفته یا فراموش کرده و بعد از این که بیدار شد و یادش آمد، حتما باید نماز را قضایش را بیاورد. تفاوتی ندارد که نمازهایی که ازش فوت شده کم باشد یا زیاد. و همچنین نمازهایی را که فردی در جوانی زمانی که تارک الصلاة بوده به کلی نمازها را ترک کرده، جمهور علما نظرشون بر این است که تا حد توان باید قضا بیاورد. اما طیف دیگری از علما مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه و برخی از معاصرین و متأخرین نظرشون بر این است که صرفاً توبه کفایت میکند. وقتی که انسان توبه میکند، الله متعال گذشته‌اش را معاف میکند و میبخشد. و بسیاری از تارکین نماز به خاطر ترس از به جای آوردن نمازهای قضایی توبه نمی کنند. پس بنابراین این قول وجیهی هست. همین که شما توبه صادقانه بکنید و از این به بعد پایبند نماز باشید کافی هست.